سلام علیکم دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. امروز میخوایم با اجازه گرمتان بسیار یک داستان فوق العاده و پندآمیز را در جریان بگذارم و صحبت کنم. و این داستانی است که واقعا مخدم خیلی متاسف شدم ازش و خواستم برای شما هم که یادآوری بکنم برای شما در میان بذارم، شما هم ازش مستفید شوین. و اگر میخواین داستان چقدر زیبا و فوق العاده است دوستای عزیز، و این ویدیو را تا آخر گوش کنید. داستان انسان ثروتمند است. یک ثروتمندی بوده در یک شهری و از مرگ خیلی میترسیدن، یعنی از مردن میترسیدن. یک چیز طبیعی است دوستای عزیز، شاید هم مثلا خودتان بفهمین. همه ثروتمندا را نمیگم، البته بیشترشان از مردنشون میترسن. چرا؟ چون بعد از مردن حساب کتاب شروع میشه، یعنی حساب کتاب عظیمی هستن. از این خاطر میترسن، ترس دارن و نمیخوان بمونن، میخوان در دنیا بیشتر عیشونش بکنن. یک ثروتمند بوده، از مرگ میترسیده و آویزه و اعلان کرده با هر کسی بعد از مرگ من شب اول قبر را با من بگذراند، با من یک جا باشه و من که از بهش قول میدم نصف از پولم را، نصف از دارایی و ثروتم را برش میدم. و این اعلان میشه و هیچ کس پیدا نمیشه، هیچ کس حاضر نمیشه که امروز انسان ثروتمند پولدار که یک شب قبر امروز 600 شد و تیر کن نصف ثروتش را بگیره. بعد از یک مدت تیر میشه یک انسان مسکین که دنبال ثروتمند شدن میرفت، چیزی در زندگیش نداشته، نه خانه، نه جایداد، نه مالی، فقط شب روز فکر میکنه من چطور ثروتمند و پولدار شوم. و وقتی که خبر میشنوه خیلی خوشحال میشه، میگه ها من فرصتم را پیدا کردم. عاجل میه پیش از امو قریه و امو پیش امو انسان ها و ثروتمند پرسان میکنه، میگم تو یک آویزه شده کجاست؟ میگه فلانه جا. وقتی که میره پرسان میکنه ازش، میگه من آمدم حاضر هستم که با شما شب اول قبر یک جا تیر کنم و نصف ثروت رو بگیرم. میگه آماده هستی، حاضر هستی؟ میگه راست میگه؟ میگه بله راست میگه. وقتی که نوشته میکنه، امضا میکنه، شستموشون میزنه، انسان ثروتمند با انسان مسکین فقیر که چیزی نداره و با بقیه یک سر انسان های بزرگ میگه هر وقتی که من مردم این شخص را بیارین امرای جنازه من در قبر یک شب تیر کنه، نصف ثروتم را برای این بدین. تمام حساب کتاب و چیزا شروع میشه، با لیست و همه چیز سند نوشته میشه. بعدش میره هر کسی به کار خود. بعد از یک مدت انسان ثروتمند فوت میکنه و میره و انسان فقیر را دوباره پیدا میکنه. میگه ای انسان فقیر، انسان مسکین، میگه به لفظ قولی که داده استادی؟ میگه بله استاد هستم. میگه خیلی بیا که بریم، پدر از من فوت کرد. پسرش میگه بریم که خبر شب والا تیر که بایش. میگه بریم. انسان مسکینی را باش فکر میکنه، میگه خب من خود چی از دست دادن ندارم، نه پدری، نه مادری، نه خانه، نه جایدادی، من چی را دست دادن دارم؟ یا تو یک لباس تکا پاره دارم. میگه چی میشه که یک شب در قبر تیر کنی؟ هیچ مشکلی نداره. بعدش هم میره، خب بالاخره میارن و میت را امروز از انسان زنده داخل قبر میذارن و باید یعنی زمان خاک میندازن، بقیه انسان ها میرن و بجز از این که این انسان های دیگه بجز از این که چند دانه خیش اقاربش میباشن اونجا، میگه چی اتفاق میفته در داخل از این قبر. انسان زنده نشه و مثلا ما را فریب بده و مثلا از قبر بیرون شه و برای سبکی بیه مثلا بگن این صورت را بدید. به خاطر از این تعقیب کردن ایجاد شده و طبعی که یک شنگ از گوشه قبرم باز مونده به خاطر برآمدن از این. و بعد از اینکه چند مدت تیر میشه ملائکه سوال جواب میاد، ملائکه منکر نکیر میاد و میاد پیش که دیگه صحبت میکنه، متعجب میشه، میگه خب مرده است، این انسان زنده، این چیکار میکنه اینجا؟ این زنده چرا آمده؟ و یک دیگه صحبت میکنه، میگه خب مرده از ماست. میگه ما سوال جواب باید از اول از این زنده باید شروع کنیم. چطور آمده؟ چه رقم آمده؟ وقتی که انسان مسکین در زندگی چیز نداره بجز یک لباس تکه و پاره، ازش پرسان میکنه، سوال جواب حق شروع میکنه. میگه انسان مسکین فقیر، تو با کدام جرأت داخل از این قبر آمدی؟ با کدام جرأت میگه تو این لباس تکه و پاره تو آوردی داخل از این قبر؟
مگه اینان جواب ازیری برای ما بدی که تو مگه ایر از کجا پیدا کردی، ایر مگه با کدام پول گرفتی، این پول وقتی گرفتی که از کجا آمد به دست، حلال است حرام است. وقتی که این سوال جواب از این انسان پرسان میکنه و این انسان دیگه از ترس لر جواب دادن هم میتونه خودم میندازه بیرون قبر، یک دفعه با صدای بلند چیخ میزنه میگه من نه ثروتی میخوایم نه پول میخوایم نه دارایی میخوایم، همش از شما میگه پیش 6 سال نمیکنه فرار میکنه. و او انسان ها رو میره پیدا میکنه دوست میگیره میگه خیرت است چه خبره چرا فرار میکنی؟ میگه من جواب یک لباس تیکه و پاره چیزی دیگه در زندگیم نداشتم، تنها سوال جواب از یک لباس خود دادن نتونستم. من چطور این همه ثروت و خانه و ملک و پول و دارایی چی هم جواب میده؟ خدا برای میگه انسانی که داخل قبر است رو کمک کنه. من نمیخوایم هم پولم از شما، هم ماشینم از شما، هم ثروتم از شما، هم داراییم از شما، من نخواستم میگه. من دیگه جواب شد دادن نمیتونم میگه فرار میکنم. یعنی داستان از یک قرار است دوستان عزیز، من میخوایم داستان ایرا یعنی موضوع یعنی داستان درس چی هست خودتان بهترتر درک کردیم و بهترتر میفهمین، نیاز به آچکلمه از من نیست دوستان عزیز. من ایرا میخوایم بگم اگر کسی که ثروتمند باشه، پولدار باشه، غنی باشه، اگر زکات خودش را بدهد، اگر در راه خداوند مصرف بکنه، سوال جوابش آسان دیده میشه. و با جان از او ثروتمند و پولداری که در قصهش نیست، در قصه اسراف نیست، در قصه پول از کجا میاد به کجا خرج میشه در قصهش نیست. وای به حال از او ثروتمند، وای به حال از انسان های ثروتمند که فعلا ما در دنیا داریم، ماشین داره، خانه داره، پول داره، همه چیز داره، ولی در جاهای مصرف میکنه که بدر از اون نمیخوره، پولش اصلا اسراف میکنه. با کجا مصرف میکنه؟ در راه شر، در راه یعنی زلالت، در راه گمراهی، در راه فسق و فجور پولش را مصرف میکنه. در شرابخوری، در قماربازی، در دزدی، در زنکبوزی پولش را مصرف میکنه. وای به حال اون انسان ثروتمند. دوستای عزیز، پول و ثروت به هر کس نمیخوره. بعض از انسان ها که از پول و ثروت انسان ها را بعضیش خراب میکنه دوستای عزیز. پس هر وقتی که از خدا اگر پول و ثروتمند دارای خواستی، برای خداوند خود دعا بکن خدایا برای ما هر چیزی که دادی به خیرش بدی و ثروتمندی برای ما بدی که و ما را گمراه نکنه و از راه خود نگیره، دور نکنه ما را، یعنی از راه خیر برای شر نبره. اون تو ثروتمند نخواهید دوستای عزیز، بدرتون نمیخوره. ثروتمندی بخوری که هم دنیای شما را خوب بکنه هم آخرت شما را خوب بکنه دوستای عزیز. و فراموش هم نکنید دوستای عزیز، و از روپیه لیره افغانی از شما تله شما پرسان میشه و این ما یک لیره را 1000 افغانی را و 100,000 افغانی را ما از کجا میکنیم، از کجا به دست میاریم، به کجا مصرف میکنیم دوستای عزیز. از دانه دانه از روپیه افغانیش باید ما به خداوند در مقابل خداوند وقتی که سوال میگم جواب بدیم. بدون از جواب دادن دیگه راهی ندارم دوستای عزیز. پس ما توصیه ما برای شما از دوستای عزیز، پس مواظبتان باشین پول از کجا به دست میاریم به کجا مصرف میکنیم، خیلی مهمه. و همتون دوست دارم و برای ویدیوهای جدید صفحه ما رو دنبال بکنید، ما را که تعقیب بکنید و لایک شیر بکنید.